السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح دوستان بخیر. امیدوار هستم دوستان ما هر کجایی که هستند صحت و سلامت باشند. الله سبحانه و تعالی در خاندان شما، در اهل و فرزندان و در کسب و کار شما برکت نصیب گردانه. دوستان گرامی، میخواهم اطراف یک مسئله گپ زنم. مسئله که امروز داغ روز است، مسئله که امروز مصیبت شده است و اکثر مردم ما به این بیماری مبتلا شدند. حتی بعضی از دوستان و رفیقا را دیدیم که مردم خوب بودن، مسلمان بودن، اهل نماز بودن، کارهای خیر میکردن، ولی در روزهای آخر همین کثرت خبیث یعنی حرامی اونها را هم تأثیر کرده است و به این بیماری مبتلا شدن. و این مسئله قمار است. قمار دوستان گرامی، قمار با نص صریح قرآن، با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، با اجماع امت اسلامی حرام است. الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره مائده با مؤمنان خطاب میکنه: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. ای آنانی که ایمان آوردین، ای مؤمنان، ای آنانی که الله و رسول او را تصدیق کردین و به شریعت او عمل کردین، هر آینه بیشک خمر یعنی شراب مسکننده که عقل انسان میبره، و میسر یعنی قمار. در دوام آیت چی میگه؟ البته این آیت چند چیزی را حرام میکنه، من زیاد اطرافش صحبت نمیکنم، فقط همون موضع شاهد شه برای شما میارم. یعنی همین قمار این ریجس است. علامه سعدی ریجس به معنی خبث میگیره، یعنی یک چیزی پلیدی است، حرام است، فاسد است. بزرگای دیگر گفتن یعنی یک گناه بزرگ است و این عمل شیطان است. من عمل شیطان، سلاح شیطان است که با استفاده از این سلاح شما را گمراه میکنه، شما را بدبخت میکنه، شما را از راه میزنه. رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. فورا ایره ترک کنین، فورا ایره ترک کنین که بدبخت میشوین. دنیا و آخرت خودتان میسوزانین. ای مردم، از الله بترسین. گوشت و پوسته که به حرام تربیه یافت، اگر اصلاح نشد و خودش پاک نکرد، به جهنم، به آتش دوزخ سزاوارتر است. اگر توبه نکردی، مرد رفتی، الله اون گوشت و پوسته را که از قمار، از حرام، از حق مردم تربیه یافته است، البته که او را در دوزخ میاندازه، او را میسوزانه و او مناسب است و سزاوارتر است به آتش جهنم. از الله بترسین ای مردم. ای چی بدبختی ای، ای چی بدبختی ای، ای چی بدبختی ای. بعضی از مردمی که کارهای نیک میکردن، کارهای خیر میکردن، امروز میبینیم شون. از دیروز چند نفر دیدم قماربازی را سر کردیان. وقتی نصیحتش میکنی میگه ای من دیدم کدام یک ملا بلیت خرید. اگر رفت یک ملا بدبخت شی، تو باید بدبخت شوی. یک کس خدا زدش، تو باید خدا زده شوی. و قمار حرام است. اما قماربازا، کسایی که امروز قمار به طریق آنلاینی جامعه دیگر پوشاندن و ایرا کنکورس نام کردن و ایرا رازگرش نام کردن، میرن یک ماشینی پوسیدگی را از دست یک نفری که به سودا نمیرن میگیرن، او را یک کرسکش میکنن، چارجش او را میفروشن. قسم به الله واضح براتون میگم، هر چیزی که دارن از حساب قمار به دست آمده است حرام است. خانه ای را که از حساب قمار خریدن او حرام است. ماشینای قیمتی را که از حساب قمار خریدن حرام است. لباس هایی که در بدن دارن از حساب قمار خریدن حرام است. تلفن هاشون، هر چیزی که دارن، نانی که در خانه شون میخرن، این حرام است. خیرات صدقاتی که میکنن قبول نیست. روپوش نکنن، بهانه نکنن، نگن ما مردم عمره روان میکنیم، مردم حج روان میکنیم، ما خیر میکنیم، صدقه میکنیم. ان الله طیب لا یقبل الا طیبه. الله پاک است، قبول نمیکنه مگر پاکه. فایده نداره. اگر همون مردم نان بتی، الله قبولش نمیکنه. الله پاکه، الله پاکه و پاک قبول میکنه. ما گناه نمیکنیم تا اینکه ثواب کنیم. ما دزدی نمیکنیم تا اینکه خیر کنیم. ما راهزنی نمیکنیم تا اینکه خیر کنیم. اینچنین قمار بازی نمیکنیم. اینچنین حرام در دست نمیزنیم بعد از او کاری ثواب انجام بدیم.
این هله و این مکرتانه، این روپوش هایی که میکنین، مردم تشویق ترغیب میکنین. من فقیرا را یاردم میکنم، کارهای خیر میکنم، من مردم عمره روان میکنم، حج روان میکنم. لازم نیست همون کاری خیرات. تو ضررت از فایدت زیادتره، تو جامعه را خراب میکنی. متاسفانه امروز بعضی نوارهاش هم میبینم همون قماربازا را وقتی صحبت میکنه با آنلاینی پریامای افیر موندگی صحبت کردیسته و یا طرف میگه که حاضی قرآن خونده استبدم، قرآن خونده استبدم، الله همه عبادتای ما را قبول کرد که این من ماشین بریدم. یعنی قرآن خونده استبده به سبب اینکه او قرآن خوان بوده است، یعنی ماشین بریده است. یک نفر دیگر شدیدم میاد ماشین میگیره با دعا میتهمورا یا الله در کسب کارت برکت بده. یک نفر دیگهش از روسیه قمار برده است، یعنی ماشین بریده است، پدرش میاد ماشین میگیره، مادرش با کدامش یک گوسفند میاره به همون قمار بازه. در کسب کارتون الله برکت بده، خیر برکت بینید. در چی؟ در کاری که الله حرامش کرده است، در کاری که پیامبر او را حرامش کرده است، در همین برکتش بده. خدا میزند. من سخت میگم، بگذار سخت بگم، بعضی ها را سخت نگی اینا بهش نمیآیند. خدا میزند، در خانت برکت نمیمونه. یک ماشینی پوسیدگی را حساب می قمار میبری، الله میزند، پولی 5 تا ماشین صرف میکنی، خرج میکنی. بله اینا میگن رفتنی برکت. بله خدا میزند، یک اوری میکنی، یک پرابلم بالای سرت میآید، پولی 5 تا ایجگش صرف میکنی. خدا کی زدن ایخه میزنه با الله سبحانه و تعالی در حرام هرگز برکت نمیته، هرگز برکت نمیته. ولو اعجبتکم کثرت الخبیث. بله درسته، شما امروز میبینین بعضی قماربازا را خانه‌های قیمت دارن، ماشینای قیمت دارن، شما را هم که میبینین اونا شما را تشویق میکنه، ترغیب میکنه. اینا همون شیطانهای انسی هستند که دیگران را تشویق میکنن طرف خودشون. نروین خانه هاشون، با اینا رفیقی نکنین، با اینا خش تباری نکنین، دختر نتین، دختر نگیرین، خیر صدقه کردن نانشانه نخورین. درست نیست، حرام است خوردنش، حرام است. اینا فاسقای مجاهر هستند، اینا از کاری گناه خود شرم نمیکنن. او زمانهای قبلی قماربازا رفته در یک خانه پنهان شده قماربازی میکردن، شرم میکردن. بعدتر کازینو ساختن، امرا بین خود بازی میکردن. حالا اینترنت، یعنی طریق شبکه، در شبکه‌های مجازی اینا از گناه خود شرم نمیکنن، اینا حیا ندارن، اینا غیرت ندارن. دیروز یک نفر شدیدم، یکی از برادر و دوستام یوتیوب کانال روان کرد، زن شمانده در هم پخش مستقیم آنلاینی، زن شمانده، زنش بلیت فروخته است. با اوجا گپش میتن، بیا شیناس شویم، اما شو دارم، مردن یمو شوهریت بهتر، همین بیغیرتی دیوس. بله چیزی حرام، چیزی که به حرام تربیت یافت او بیغیرت میشوه. شوهرت که حرام خورده است او غیرت نداره. حرام انسان بیغیرت میکنه، انسان بیناموس میکنه. دین شو و ناموس شو هر چیزی داره میفروشه دیگه. او در سودا میمونه. بیغیرتن اینا مرد نیستن، اینا غیرت ندارن. برای چی؟ برای گوشت و پوستشون به حرام تربیت یافته است. و الا مرد باشی چگونه زن تا میمونی که بلیت بفروشه، با زنی جوان با خنده میکنه، ایما شو دارم. مردن همه شو بهتر، مردنش بهتر. این مرد نیست، این کپیای مرده. اینا کپیای مرد میگن. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه از جمله نشانه های قیامت مردهای میان که اشباه الرجال، یعنی شباهت به مردی دارن، اینا مرد نیستن. در کانالاشون ابونه نشوین، لایک نمونین، کامنتر ننویسین، رکلام نکنین، بلیت نخرین، نامه اعمال خودتون سیاه نکنین. خدا میزنه. ای برادر از خدا بترس، الله میزنه. غضب الله بالاتون واجب نگردانین، غضب الله بالاتون واجب نگردانین. الله سبحانه و تعالی مهلت میته ولی به جزا نمیمونه. یه روز جزا میته. از الله بترسیم. این چی بدبختی ای. دیروز یک خواهر نوشته است در این اینستاگرام نوشته است، در سبشینی نوشته است که ای برادر همین قماربازا را یک نصیحت کن. همین خودمان مردمی فقیر و بیچاره هستیم، 4 تنگایی که میاویم شومده را گرفته برده در بوک میکر میمونه. یگون چی ببرم گفته در همون فوتبال و نمیفهم بوی بیس پراویل میزنن چی میزنن، ولی میگه خدا زد استش هیچ وقت نمیبره. دایم میگه همین پولا میبره میتو قشاق شدیم، نانی خوردن نداریم. نانی دهنای کودکای ما را گفته برده، نانی دهنی کودکای ما را گرفته برده در بوک میکر میمونه. اینا میگن بدبختی، اینا میگن مصیبت.
حرام است. ای مردم، اگر تمامی مولوی و فتوا بتن بگه قمار حلال است، حلال نمیشه، او حرام است. چیزی که به نص صریح قرآن ثابت شده است. لا اجتهاد فی مورد النص. هیچ کس حق نداره حرام کرده الله حلال بگه، هیچ کس حق نداره ایرا. ولی یک دیگه شدیدم یک روز فکر کنم میشناسینش، معروف است، میگه چه کنکورسی حلال. کنکورسی حلال. کدام کنکورسی حلال؟ یعنی همون قماری حلال، قمار لیکن حلال. چه خیل یعنی تو میایی ساعت میخری، تو بلیت نخر، تو ساعت بخر. یکی اگر در دورین همون ساعت اگر رفت بلیت اومد، در بلیت اگر یگان ماشین است، نمیفهمم خانه هست، کامپیوتر است، پول است، با عمره ما آدم رو عمره روان میکنیم، یا عمره است با میگیری. نامش ماندیان کنکورسی حلال. شراب نامش دیگر کردن و فروختنش. ودکا نیو آبی گندم نامش کردن، لیکن اما علت در او وجود داره. اما حرام است، حرام باقی میمونه، علت در او هست. برای روپوش کردن نامش تغییر دادن، نامش ماندن کنکورسی حلال. با چی؟ ما مردم گفتیم که شما بلیت خری نه، شما ساعت خری بیاین. تا همین لحظه را چند تا ساعت میفروختی؟ چند تا ساعت میفروختی؟ حالا چند تا ساعت فروختی؟ ساعتات همش فروختی نه؟ خودش همین دلیل واضح هست که مردم ساعت خری نه، مردم بلیت خری میاین. اصلا همون ساعت شاید نیاز نداشته باشن، شاید همون ساعت هم میپرته در پدولش، اصلا نمیمونش در دیوارش، اصلا استفادهش نمیکنه. مقصدش بلیت های. پس روپوش نکنین، باطل حق نشان نتین، حرام کرده را حلال نکنین، به حرام خودتون تربیه نکنین. از الله بترسین. یک تکنان حلال قاق که به آبی همو خانه دمو آبی سرد ترک کرده میخوری، قسم به الله از گوشت و پوسته که به حرام او را میخرن بهتر است. خری خانت ای برادر، امو خری که در خانت هست، امو خری خانت از همین مرسدسشون، از همین جیپ هایی که میگردن، از او بهتر است، زیرا حلال است. الله سبحانه و تعالی روز قیامت پرسیدت، میتونی جواب بگی که از کجا آوردی این خر خریدی و در چی صرفش کردی. بله، روز قیامت الله از مالت میپرسه از کجا آوردیش و در کجا صرفش کردی. قماربازا چی میگن؟ قماربازا چی میگن؟ میگه که از حرام میافتم، در حرام صرفش کردم. خب دیگه از این بیشتر گفتنی نیستم. شاید سخنهای سخت گفته باشم، زان کلامی تلخ میگویم تو را تا به تلخی ها فروش ویم تو را. از الله بترسیم، به سوی الله برگردیم، توبه کنیم. الله سبحانه و تعالی توبه پذیر است. ولی اگر توبه نکردیم، دوام دادیم، حرام خوردیم، به حرام خود تربیت دادیم، فرزندان خود به حرام کلان کردیم، در دنیا و در آخرت بدبخت میشویم. دعا میکنم الله سبحانه و تعالی این قماربازا را هدایت کنه، اصلاحشان کنه تا اینکه از این بدبختی دست بکشه. ولی اگر لایق هدایت نیستن، الله سبحانه و تعالی همش نیست نابود کنه تا اینکه مردم از شر اینها در امان باشن، تا اینکه جامعه را اینا فاسد نکنن، تا اینکه عذاب الهی را بالای مردم نیارن، واجب نگردانن. الله نگهبان دوستان. و علیکم السلام و رحمت الله. بالعطاء تجد السعادة في الخطى وتعيش حياتك هانئا بالصالحات.